اصلا ربطی نداره. اصلا ربطی نداره. بیشتر چجوری تمرین کنم بازیم بهتر بشه؟ تجربه داداش. ببین شاید احمقانه به نظر برسه ولی ببین آدم تا یه حدی خودش بازیش خوب میشه. از یه جایی به بعد دیدن بازی بقیه کمک میکنه. جدی دارم بهتون میگم. ببین مثلا من کسی که میدیدم و باعث شد بازیم بهتر بشه تیفو بود. داش بیلدویت تیفو اونقدر خفن نبود ولی تریک ازش یاد میگرفتی. مایند گیم ازش یاد میگرفتی. رفتم سایت اپیک گیمز گفتم حواسم نبود چیت زدم اکانت برگردون خیلی ملایم گفت نه خب پالیسیشون میگم خیلی سخته روی چیت. بعد خیلی جالبه که اصلا رحم نمیکنن ذره‌ای. واقعا رحم نمیکنن ذره‌ای اپیک. توی ایران کسی با کامپتیتیو پلیر به جایی نرسیده. برای دل خود بازیکن کم کم بهتر میشه. ببین کامپتیتیو پلی فورتنایت آره من تا نصفه با حرفت موافقم داداش. نصفه با حرفت موافقم. چرا؟ یک چون که موضوع اول بزرگترین دلیلی که کسی با کامپتیتیو فورتنایت به جایی نرسیده به نظر من خودمون بودیم. واقعا میگم پلیرهایی یعنی تو کامپمون پلیرهایی بودن که میدونی بازیشون از یک لولی به بعد که رسید نمیگم شاخ بود بازیشون، نه بازیشون خوب بود، بازیشون واقعا خوب بود، شد روشون اسم کامپ پلیر گذاشت ولی نمیشد روشون اسم پلیر کامپ در حد جهانی گذاشت. همینا باعث شدن خود حس کنن تافته جدا بافتن، کامیتی تاکسیک بکنن، میبینن از کامپ فورتنایت درآمد نداشتن، ایسی آوردن به اسم ویجر گند زد تو کامیتی و تاکسیک شد. ما پلیر خوب زیاد داریم ولی پلیر اونقدر خوبی که مثلا بگی او واو این دیگه تهشه نه. در حال حاضر من حداقل ندیدم واقعا و واقعا خوشحال میشم. این مثلا یکی رو میبینم اینا مثلا طرف دیدید دیگه تورنمنت میرم ایرانی میبینم تو لیدر بورد ذوق میکنم میگم بابا کله فلانی مثلا تو لیدر بورد اینجا باری کله خودت هم که شلغمی. ببین من بازیم خوبه نمیگم بازیم بده، بازیم خوبه ولی من خودم رو هنوز کانتنت کریئتور میدونم. چون کسی که کامپتیتیو پلیره داداش ببین کسی کامپتیتیو پلیره آخه میدونی داستان چیه؟ یکی از اصلی ترین دلایلی هم که ما توی ایران کامپتیتیو پلیر خوب نداریم به نظر من جدای از اینکه کامیتی تاکسیک شد بزرگترین دلیلش این بوده که کسی ساپورتشون نبوده. میگیری این همه پلیر رفتن مثلا مقام آوردن، درسته مقام جهانی نیاوردن، میگیری درسته مقام جهانی آنچنانی نیاوردن که بگیم واو اینا دیگه تاپن ولی خب واسه دلگرمیشون هم کسی مثلا کنارشون نبود، کسی پشتشون نبود که مثلا خب پلیرهای خارجی رو ببینید خیلی از کمپانی‌ها پشتشونن ولی نه بچه‌ای که حتی تو همین فورتنایت هم کامپو بازی می‌کردن کسی پشتشون نبود. چجوری من اشتراک 11 ماه دارم بهت میرسه دیگه. نینجا رسما باته. ببین اشتباهتون همینه خب کامپتیتیو پلیر ها رو توی یه کاسه میریزید با محتوا سازا. نینجا کامپتیتیو پلیر نیست، نینجا محتوا سازه. کسی نینجا رو به خاطر بازی خوبش نگاه نمیکنه، نه که بگم بازیش بده، نه بازیش خوبه ولی همه به خاطر سرگرم شدن نینجا رو نگاه میکنن. یعنی اینجوری نیست که تو بگی مثلا وای فلان به ایمان نه. شوخی وقتی بابا یه غیر کوچیک کارو در آورد. خیلی داداش داری اذیت هم میکنی. داداش اینقدر که من دنبال تو دویدم، دنبال رویاهام میدویدم بهش میرسیدم و میگم دیگه میدونید از اون طرف واسه مثلا کامپ فورتنایت دیگه حداقل خودم توی ذهنم اینجوری هم که نمیشه بهونه اینترنت آورد دیگه. اینترنت واقعا خوبن میشه درسته به زیرو پینگ نمیرسیم ولی داداش مثلا خدای پینگ 20 کافیه. بابا تو بتل بازیت خوبه اما تو زون ضعیفی. تو زون چیه؟ فکر کنم از کریتیوه. فورتنایت آسون نیست، نه اصلا آسون نیست. بخواید به درجات بالاش برسین اصلا آسون نیست. مچ آخر تورنی پینگ ابیوز شدی. ببین یه سری چیزا هست فورتنایت دیتکتش نمیتونه بکنه متاسفانه. ماکرو یا اون ماکرو خودمون و سافت ایم این دوتا